الرحمن الرحیم. جنبه بریدمن عبدالجبار هستم، سرپرست کمپ کوته اشرو از توله 3. ما شب چهارشنبه ساعت 3:20 یک موتر بم سر ما صورت گرفت. موتر مازدا بود. به فضل خدا تلفات جانی زیاد نداشتیم. 4 نفر زخمی داریم و تا به می لحظه که امروز روز یک شنبه دوشنبه است، نمیفهمم، تاریخ 27 است، به ما نه کمک هوایی رسیده نه زمینی رسیده. 1-2 مرتبه به ما طیاره خواست که نشست کنه، طیاره را مورد ضربات هوایی دشمن قرار گرفت، دیگه طیاره نشست نتونست. قوای زمینی هم به ما نرسیده، هوایی هم نرسیده. تقاضای ما از رئیس صاحب جمهور است که به ما کمک کنه. ما فرزندای کشور هستیم، هیچ وقت مورال ما ضعیف نشده، در مقابل دشمن جنگ گیریم و هرگز تسلیم نمیشیم. قطعا حالی ما ایستاده هستیم تا خون در جان ماست. ما وجب وطن دفاع میکنیم. ما را رئیس صاحب جمهور به صفت اولاد خود فکر کنه، به ما کمک خدایی کنه. ما تقاضا داریم از رئیس صاحب جمهور، از شورای امنیت، از وزیر صاحب دفاع ملی. 4 نفر زخمی داریم، در پشت سر خو هستند، کلگی از یا وضعیتشان خراب است. این خدا شاهد است، هر لحظه که ما پیش از اینا میایم دستشان از سر قرآن شریف میمانه، میگه بگیریم ما را شهید کو، ما خون خود در تو بخشیدیم. رئیس صاحب جمهور ای به ما دردناک است، اگر وطن دردناک باشه به ما کمک کو، به خاطر خدا، به خاطر رسول، به خاطر پیغمبر کمک کو. به ما او نداریم، نان نداریم، به ما کمک کو. مورال جنگی داریم، جنگ میکنیم، تا مقابل دشمن جنگ میکنیم و منتظر کمک ریاست جمهوری هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.